من همچون شهروند جمهوری تاجیکستان اعضای حزب خلقی دموکراتی جمهوری تاجیکستان و مراد ناظر از جناب عالی محترم امام علی رحمان درخواست داریم که آیا از حال مردم یک ذره خبر بگیره که در جمهوری تاجیکستان چی گپ و چی خبرهای چی ناسازی‌های سر میزند. من همچون شهروند از جناب عالی خواهش و امید و طلب دارم که مسئله زیست و زندگی اهالی را یک نقطه نظر گذرانده شود. عریضه‌های شکایتی من که خانه مرا سلات کردند، کفنی نماندند، مرا بی‌وطن شماریدند. من همچون شهروند حقوق شهروندی خود را باید حمایت کنم، اما نتوانسته ایستادم که مرا بی‌وطن شماریده از خانه و در بدر کردند. با گردک سنگم کجا روم؟ چی چاره سازم؟ عریضه‌های شکایتی من نسبت جنایتکارای کارکنای دولتی جمهوری کجا رفتن من نمیدانم. عریضه‌های شکایتی ما در دستگاه پرزیدنت آزاده امام علی رحمان، در دستگاه سلطه عالی شیر محمد شاهیان، در پروکراتورای جنرالی یوسف رحمان، در وزارت امنیت سیومین یتیم، در ولایت ختلان سلیمان زاده و در منطقه کلاب و در ناحیه شمسین شاهین و در جماعت دهات لنگرزران موجودند. 17 مکتوبی که ما موافق عریضه‌های شکایتی سپاریدیم و ارسال شدند در دست ما ماندند و هیچ کس به چاره‌جویی نکردند و نشده است. کجا روم؟ کجا سازم؟ چی چاره سازم؟ دستان تاری سر گشتیم در بدر به خانه و در. وای بر حال مردم. ای شاهنشاه خورشید، اولا مرا ببخشید. رادیو و نیلگون نداریم، رسمت را دیدیم در گزید. کاش که از حال ما دیدن کنی، برایم به پیشوازت دیده و دیده زیارت کنی. آیا در کدام قانون، در کدام اساس، در کدام دلیل گفته شده است در کتاب سرقانون جمهوری تاجیکستان مردم را دهقانان غارت کنیم؟ هیچ کس به دادشان نرسد. در کجا؟ به کدام اساس؟ ما صاحب استقلالیم. در این دور استقلال هیچ کس نشود ملال که ما این روز دموکرات داریم، اما در این دور دموکرات کی دست یافت نکرد. من همچون شهروند وظیفه من کار کسبی من برشناسم. 42 سال مکرم در دولت کار کردم، آمدم نفقه برآمدم، نفقه‌ام را بریدم، 1000 سامانی نفقه میگرفتم، 360 سامانی مرا نفقه داده ایستادند. کجا روم؟ 6 طلبه نابالغ دارم، فرزندان نابالغ که مکتب خوانند. کجا روم؟ چی چاره سازم؟ و کدام اساس و کدام دلیل کجا روم در این دنیای روزه که ما که سال تولد من 20 می 1954 جناب عالی محترم امام علی رحمان 2 سال ایمان من در خدمت حربی در گرمانی دموکراتی خدمت عالی کردم. در اونجا رازویدکا کار کردم، سویازیست، رادیو تلفنیست، کماندیست سویاز بودم. تمامی ساخت دموکراتی را در اونجا ما رازویدکا گذراندیم. شهرهای کلان دموکراتی گرمانی را یک تا رازویدکا از نظر گرفته و تماشا کردم که در اونجا چه ساخت دموکراتی است. اما با اینجا برات می‌دوزم بغیر خونخوری غارتگری یک کار دیگر ندیده ایستاده ایم. این چی گفتن گپ است؟ با کدام اوهال، با کدام با کدام قانون دیگر گپ زنیم که ما بی‌وطنیم؟ بی‌وطنی ما جناب عالی ببخش مرا، بی‌وطنی مرا اثبات کنیم بگوییم که من چقدر بی‌وطنم. 42 سال در مؤسسه‌های دولتی کار کردم. گراون انرژتیک زواد ژبی گراو زواد دسکای دوشنبه بودم. مرا گزارش کردم پیروز وزیر برق اسماعیل میرزا که در یک خلیجه برق رو با مردم تامین کنیم. وقتی مرا گزارش کردم من برق رو با خلق تامین کردم. آخه گفتی که جا را بزن، گفتی زیاد چی در کار؟ مرا بی‌وطنی مرا اثبات